салому алейкум бародарон ва ахбарони азиз, хуш омадед ба канали ҳамнаво. бо шумо ҳастам Али Акбар. Чӣ ба амалун маълум аст, як чанд рӯз пеш меҳрубони равшан як наворе кард ки бо кӯмаки мо ниёз дошт ва албатта ки бисёриҳо мухлисонаш ва бисёри бародарони ғариб ҳам карантину гуфта мақсад хайри кӯмаки худшон расондан. камтар пеш дидем дар шабакаҳои иҷтимоӣ боз як муроҷиати худ баромад, яъне ташаккур гуфтам барои ҳар як нафаре ки хайр кард ва алахусус ба блогерони тоҷик ҳам ташаккур. мо ҳам ташаккури худро ба бародар меҳрубони равшан мерасонем. иншоалло ки ин рӯзо паси сар мешавад. ногуфта намонад ки дунё чархи фалак аст. мо ба сари ҳамаи мо ин омаданаш мумкин аст. ба ҳамин хотир дар ин вақти тангӣ албатта ки аллакай маълум мешавад ки дӯст аст, ки душман. боз мегӯям ки рӯзо паси сар мешавад ва видеоашро мемонам. دوستان عزیز، برادران علی اسلام، مای بزرگی شریفی رمضان بازم مبارک شود ای آخر و به همه شما مینداری خدا اظهار میکنم، یعنی که میندارم همه شما. من نواری کرده بودم و تنها گفتم که برای کی بود، برای دوستایی که امروز برای من دورن و وقتی که خیلی کمک طلب کردیم با ما نکردم، با دیگران کردم. وقتی ما شنیدیم از علم این نوره من به مخلصان عزیز خود پیشکش کردم که ما اولش خدا آخرش خدا، همش پروردگاری از آن پاک است. هر آنچه دل خواست نه اون می شود، هر آنچه خدا خواست همون می شود. من با اون خاطر کردم که من مخلص دارم. من امروز خدمت خیلی خوب حس کردم که من با مخلصا زنده ام و کمک خیر کردن، دستگیری کردن مرا در پیش خیر. دوستایی که من فهمیدم علاقه به اوجه خودشون مقصد فهمیدن که من خیلی گفته بودم شکسته و مشو ریختگی نیستم. من همه شما را انشالله از درگاه الهی دعا میکنم که خداوند همه غریبان و مهاجران و امروز که به وطن میخوان برگردن انشالله که خدا خواهر مشکل رو پشت سر میشود. و در اینجا یک برادری ما گفت که در 4 نیست که مونده، این خیلی گپ نیست. مرحمت من این نومری من با نومری من زنگ زنی. خیلی از همه شما من معذرت میخوام، بخش میخوام که من یک خودم شما 100,000 کسی 1 میلیون من به همه شما جواب میتونم. امروز نشد پگه جواب میتونم. من همه کمی 1 میلیون 2 میلیون با همه شما صحبت کردم. خیلی برادری که قشنگ صحبت کردم مرحمت نوار کنم پرت که در حقیقتا قتی مو گپ زد بسیار دیگستیان شما خفه نشوین. اگه شما آمد نام داشتین چی نام داشتین مرحمت من نمره من تلفن کنین. اگه جون مو برای دستگیرتون گفتین که اپیلاتی شما خودمون میکنیم. ما شما اگه جون میندور اکر انشالله که ما هم خدا خواه من کرانتینو برویان یک کمی سبوک شود. کنسرت ها برای شما میمونیم انشالله. با اکر شما ما با هم وو میخوریم، میشینیم صحبت میکنیم. خیلی بسیار خدمت های شما رسیدگی ما فهمیدیم. منم همین خیلی رنگ شما میخوام. خدمت منم هر چندی که اون چیزی که به من خیر کردین منم میخوام که به دیگران خیر کنم و انشالله که کمی هم صبر کنین. ویدیوها از پیش است که من چیکار کردم با کدوم مقصد این نوارای من پیشکش مخلصو کردم. خداوند همه شما رو نگهبان باشه. من به همه شما جواب میتونم نوبت به نوبت. ما کی هستیم؟ ما بنده خدا هستیم. همه جای ما همه یک جا هست. عالم شدن آسان، آدم شدن تینه. بگذار که کسی چه خیلی میفهمه و هموقع میفهمه. همی برای خودت که چند که فهمیدی بدون که هموقع سواد داری، هموقع فهمیش داری. من انشالله من با شما زنده مخلصان عزیز تشکر برای دستگیرتون. انشالله که من مشکل پس سر شدسته خدا خواه هم برادری که با یک بدیل خودش که
کی طرف مقصد نگاه میکنه در این کرانتین ها در این نه ما را الله نگاه میکنه. ما از اون پاک امیدواریم، همه وقت امید از خداوند میکنیم و هیچ وقت ناامید نباشیم. هر اون بنده که از خدا ناامید است او بنده الله نیست. زنده باشیم و همتون تشکر و انشالله که ما با خیر خدمت سهم خدمت در مهاجران، در غریبان، در محتاجمندانی که امروز نیاز دارن به کمک ما و شما، همه بلاگرها که این خدمت کردن، به همه شما رحمت تشکر. من همه شما رو ویدیو رو میبینم، میخوام که من همین رنگ شما میخواد کمک به مهاجران و غریبان و اون نفرانی که امروز نیاز دارن به کمک دستی یکدیگر. ما مسلمان هستیم الحمدلله، باید که خدا که داد را تو باید یک کس دیگر را بتی. همون نفرایی که در تاجیکستان، در ازبکستان، در روسیه من دستگیری کردگن، به همه شما رحمت. انشاءالله که امروز دو بود در فکر دستگیری من هستن. خداوند به اقبالتان نکنه. یک سمی که خیر کردین پروردگار رو هرچه از خداوند بینین. انشاءالله که ما هم دست خدا بر شما دراز میکنیم. انشاءالله زنده باشین و روزای نزدیک با انشاءالله ویدیو خوب من برای شما پیشکش میکنم. عاشقی زارت من دل بیقرار من، عاشقی زارت من دل بیقرار من، شب و روخی محیط تو را فریاد آرم من، شب و روخی محیط تو را فریاد آرم. دلها دیگر خطا مکن، صفای تن رها مکن، شبان من گرفته ای و جان خود جفا مکن. تا روز و شب تو باشی هم صحبتی دلی من، بگذار که هرچی باشد در قسمتی دلی من. عاشقی زارت من دل بیقرار من، عاشقی زارت من دل بیقرار من. صفای تو صفای دل، وفای تو شفای دل، حتی کشون همه رسیم منو تو از وفای دل. تا روز و شب تو باشی هم صحبتی دلی من، بگذار که هرچی باشد در قسمتی دلی من. عاشقی زارت من دل بیقرار من، عاشقی زارت من دل بیقرار من، شب و روخی محیط تو را فریاد آرم من، شب و روخی محیط تو را
канали мо дар сомонаи YouTube ҳамнаво обуна шав ва аз видеоҳои нав бохабар бош.